آقای نصوری عزیز آموختیم و یاد گرفتیم، باز هم در ادامه در خدمتشون هستیم، با افتخار سراپا گوشیم. بفرمایید. بله، خب چقدر تقارن بسیار خوبی شده. ما هم میلاد آقا امام باقر علیه السلام رو داریم و جالب راهبردهای جامعه منتظر و اون عملا تکالیفی که حضرت علی اشاره کردید و ما در جلسات قبل به اون بیشتر پرداختیم. دقیقاً مطالبی است که از امام باقر به بعد برای ما یه بازخوانی شده. به خصوص مردم چون تکالیفشون نسبت به حجت خدا انجام ندادن، اون جریان واقع عاشورا اتفاق افتاد که خود امام باقر علیه السلام اولین کاری که میکنن برای اینکه مردم رو توجه بدن، فضای دشمن شناسی رو برای جامعه اون روزی مطرح میکنن که زیارت عاشورا که حدیث قدسی است، امام باقر اینو طراحی کرده. خب عملا امروز هم همینه، یعنی همون جوری که امام باقر در زیارت عاشورا داره یا ابا عبدالله، ای امام حسین انی اتقرب الی الله. ببین اول از خدا شروع میکنه، میگه از امام حسین اگه بخواید برسید به امام حسین باید از خدا شروع کنید. لذا ما هم یکی از تکالیفی که تأکید به او داشتیم بخش معرفت به خدا و امام بوده. این معرفت خیلی جای بحث داره که عمده ترین وظیفه‌ای که همه ما با دنبال اون بکنیم و توجه به او بکنیم بحث معرفت به امامه که در 3 حوزه انسان‌ها باید این توجه رو داشته باشن. که حالا جالبه بعد از امام باقر امام صادق که بیشترین روایات رو در مهدویت داره تأکید به همین داره و برای مسئول کردن و حفظ این معرفت حضرت چه راهبردهایی برای جامعه منتظر مطرح میکنه. و من بعضی موقع‌ها به مخاطبین خودم عرض میکنم، اینجا به مخاطبین فریخته شما عرض میکنم که ببین چقدر این دوران برای ما مهم بود، از فتنه ها ما مسئول باشیم. امام صادق قرنهای پیش برای امروز من و شما این مطالب رو بیان کرده و فرمایشاتی داشتن که یه فرمایشی داره خیلی زیباست که حضرت میفرماید اعرف امامک فانک اذا عرفت لم یضرک تقدم هذا الامر او تأخر. میگه معرفت رو به دست بیارید، دنبال بکنید، حالا ظهور دیر شد، زود شد، مقدم شد، مؤخر شد، خللی به اون شناخت شما ایجاد نمیکنه. یعنی اون شناخت رو اگه داشته باشید امر ظهور قطعا اتفاق خواهد افتاد. ان الله لا یخلف المیعاد، وعده خداست. اما هنر دست توی انسانه که چقدر این شناخت رو به دست آوردی، چقدر این امام رو میشناسی، که در 3 حوزه انسان‌ها باید این توجه رو داشته باشن. یک در حوزه دانشی است، در حوزه مطالعاتی است، بده سراغش. به قول امروزی از شناسنامه امام خودتو بشناس. یوم ندعو کل اناس به امامهم، روز قیامت به امام زمان دوران خودت باید پاسخگو باشید. این امام زمانت فردا شکایت نکنه از تو، بلکه لذت ببره با نگاه به تو، به معلومات تو، به اطلاعات تو، به محتوای علمی تو. برید سراغش. فردا نمیتونیم ما گردن اینو بندازیم بگیم مقصر او بوده، مقصر نظام آموزشی بود، به من تو محتوا سرفصل نذاشتن. بله او در جای خودش توبیخ خواهد شد. من در جای درس خوندم که این فضا نبوده، فلانی منو درخیل نکرده. اکتسابیه، خودت باید بری دنبالش. یکی در بعد عاطفی است، اینم اکتسابیه. یعنی اگه من عاشق امام بشم باید از نظر عاطفی مشخص باشه. آقای قوامی جان، بنده اگه عاشق پدرم هستم، اگه خبر ناگواری از پدرم برسه میریزم به هم. همینطوره. پدرمو بگن زندان میبرن، میریزم به هم. امام زمان 12 قرن در زندان غیبته. خب من از نظر عاطفی چقدر غمگین هم در فراق امام زمان خودم، چقدر از نظر عاطفی حس حضور امام رو تو زندگی خودم دارم. من چقدر چشم به راه هستم، چقدر منتظر او هستم، یعنی چقدر تکاپو میکنم، تلاش میکنم نسبت به این قضیه. لذا در بعد عاطفی و در بعد دانشی اینا اکتسابی است، باید برم دنبالش. مهندسی رفتار خودم رو منطبق با این معیار قرار بدم. یه موقع نه، اعطاییه. تو اعطایی اینجا نکته مهمی است که از طرف خدا باید به من معرفت به امام جهت دهی بشود. خب انسان تا توحید محور نشه امام محور نمیتونه بشه. که جالبه امام صادق علیه السلام یکی از راهبردهایی که به انسان داره جهت میده که تو این مسیر سوق پیدا بکنید، از خدا بخواید، کلیدی به نام دعا به ما داده. شما دعاهایی که امام داره برای ما، دعای غریق، میگه یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ماره کیه؟
ما موقعی است که شما در گرفتاری ها غرق در خیلی از مسائل شدید، امام خودت رو یادت رفته. توجه به خدا بکن، خدا تو دستتو میذاره به دست امام زمان خودت. یا دعای عهد که تمام انتظارات امام زمان از ما توش اومده. خب اینا رو یک به یک من باید روزها وقتی که میخونم میگم عهدن عقدن و بیعتن، باید ببینم این مفاد دعای عهد رو چقدر شناخت بهش دارم، چقدر بهش رسیدم، چقدر بهش عمل میکنم، چقدر تو جامعه نشر دادم من اینها رو. یعنی این مدل نگاه نیازمنده که خودم یه حرکتی بکنم تا خدا این مسیر رو برای من باز بکنه، خدا این مسیر رو به من در مسیر قرار بده که بتونم حق و ناحق رو تشخیص بدم، جاهل رو از غیر جاهل تشخیص بدم، باطل رو از غیر باطل تشخیص بدم. چون در طول تاریخ آقای قوامی جان تمام جریانات انحرافی که ایجاد شده یکی از علتها رو جهل عمومی خود افراد هست که قدرت تشخیص حق و باطل رو نداشتن. یه موقع در جبهه حق بودن، یه موقع در جبهه باطل قرار گرفتن. خب طرف اگر رفتارهای خودش رو توی این مسیر درست قرار میداد، ایمان خودش رو رشد میداد به خدا، خدا اونو مسئول میکرد. بعدها انسان میفهمه که در چه فتنه ها و گرفتاری هایی بوده که خداوند اونو نجات داده. اتفاقا کلید واژه بعد از معرفت محبت و اطاعته. یعنی هر چقدر معرفت عمیق‌تر باشه عشق بیشتر میشه، دقیقاً فدایی بیشتر میشه، حس حضور بیشتر نگاه میکنه آدم، تسلیمم راحت میشه، یعنی مطیع میشه. این که میگن اطیع الله و اطیع الرسول اولی الامر منکم نکن، این سه سبد اطاعتی که در مقابل من و شما قرار داده خداوند، یعنی هر جا میخواید ببینید چقدر این اطاعت واقعی است، لمس شده هست، ببینید چقدر عمق معرفت او زیاده. یه موقع مدل معرفت طرف داغ میشه، یه موقع پخته میشه. هنر کدومه؟ تو پختگیشه. چون پخته بشه هیچ وقت خام نمیشه، اما داغ بشه زود سرد میشه. که قدرت تشخیص انسانی که نمیتونه در مسیر حق و باطل درست تشخیص بده. ما تو طول تاریخ زندگی اهل بیت اینطور بودیم. یعنی در زمان خود آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو بگیریم تا دوران امام حسن عسکری علیه السلام، افرادی که معرفتشون به حد اعلا بود فداییای امام بودن، خطا نداشتن یا کمتر داشتن، یا اگر جایی هم متوجه شدن بازگشت کردن، اومدن در خدمت امام قرار گرفتن. اما آدمایی نه، یعنی این مدل معرفتشون شناسنامه‌ای و در یه سطحی بود، اینا نه. مثلا سدیر سیروفی وقتی از امام صادق نسبت بحث یاران میپرسه که چرا قیام نمی‌کنید و اینها، حضرت وقتی که به سدیر میگه اگه به اندازه بزهای کنار این چادر من یار داشتم قیام میکردم، سدیر میگه شمردم دیدم 17 تاست. حالا حساب کنید شما دوران امام صادق حضرت تا بالاترین آماری که گفتن 4000 شاگرد داشته. خب بین 4000 تا حضرت یعنی 17 تا یار نداشتن. یعنی یارایی که چیه؟ یارایی که این مدلی باشن، معرفتشون توأم با محبت و اطاعت از امام باشه. یعنی افرادی که مثل زراره، مثل هشام، اینا فداییان امام بودن، سنگ تمام میذاشتن برای امام خودشون. اون عارفن به حقه که فرمودن. یعنی برسه به اینجا، نه اینکه اومده از محضر امام استفاده کنه علم امام رو، از محضر امام استفاده کنه نصایحاتشو، یا مثلا بگه من دوستت دارم. نه، این فدایی. مثلا پیامبر ها گفت من چی میخوام از شما؟ گفت هیچ چی نمیخوام. گفت الا المودة فی القربى. یعنی ببینید بعد از پیامبر مودت و نزدیک بود و قرب. ببین اینا حتی بعضی‌ها دوست هم نداشتن پیامبر رو. اگه دوست داشتن که دیگه مثلا با خانواده رسول خدا بعد از رسول خدا این کار رو نمی‌کردن. لذا اون محبت و دوست داشتن چیزی است که طرف رو تسلیم بکنه، طرف رو در یه مسیر اطاعت قرار ده. هر چقدر اطاعت بیشتر نشون دهنده معرفتش عمیق‌تره. این به خاطر همینه که من خیلی وقتا میگم که حالا اینم که الان گفتم با اجازه شما بریم یه فاصله بگیریم، برگردیم و یه کوچولو فکر بکنیم به فرمایشات شما و ادامه بدیم بحث. میگم که شاید معنای دیگر انتظار برآورده کردن انتظار کسی است که انتظارش را میکشی. بله، خیلی ممنونم که دارین دل میدین به برنامه خودتون. تا اینجای کار فرمودن که معرفت باید همراه با محبت و اطاعت باشه، اون چیزی که از ما خواسته شده. و علت اینی که امام صادق 4000 تا شاگرد داشتن اما 17 تا یار نداشتن، بنا به اون روایت که فرمودن،
همین بوده، یعنی این معرفت کامل نبوده، همراه با محبت و اطاعت و اینا نبوده. نکته دومی که هست در کنار بحث معرفت و محبت و اطاعت، این گام خیلی عمیقی میخواد ها، زحمت میخواد. یعنی به این سادگی نیست طرف یه 2 تا کتاب بخونه بگه من معرفت رو به دست آوردم کافیه، من که از خدا طلب میکنم خدا هم بهم میده دیگه. نه، اینها نیاز به یک پایداری و صبر هم هست. حالا چون ولادت امام باقر علیه السلام هست، من تبرکاً از امام باقر عرض کنم. یه فردی به نام برید ابن معاویه از اصحاب حدیث بود، اومد آخرین آیه سوره آل عمران رو برای حضرت قرائت کرده، اصبروا و صابروا و رابطوا. خب این معناشو میخواد، معنا که معلومه، صبر داشته باشید، رابطو داشته باشید. اما امام باقر ببین چقدر زیبا در 3 گام یه وظیفه ای رو برای انسان منتظر معرفی میکنه. میگه اسبروا علی اعداء الفرائض، در برابر انجام فرائض و واجبات خودتون صبر داشته باشید. این خیلی معنا داره آقای قوامی. مثلا بنده نماز میخونم، اما آیا نماز من دقت میکنم با حوصله و دقت میخونم که تنها عن الفحشاء و المنکر باشه؟ این با طمأنینه، با یه آرامش، با یه توجه خاص، با یه اخلاص خاص، دوری از وسوسه ها و هوس های ذهنی خودم، با تمرکزم و مستقیم برای خدا داشته باشم. این مدل انجام واجبات نیاز به صبر و بردباری داره. روزه انجام دادن، خب من چقدر این روزه رو فقط مصداق قبولی در روزه رو نخوردن و نیاشامیدن میدانم؟ آیا مثلا مواد دیگر رو نباید رعایت میکردم؟ که وقتی من پایان ماه مبارک رمضان در قنوت نمازم چی میگم؟ میگم اللهم اهل الکبریاء و العظمه بده، و اهل الجود و الجبروت بده، و اهل العفو و الرحمه بده. من یه بار همینی که میخوندم گفتم خدا ببخشید، من یه ماه روزه گرفتم، فکر کردم خیلی کن فیکون کردم. یعنی آیا واقعا این واجبات نسبت به نماز و روزه انجام میدادم صحیح و درستش همین دغدغه دارم؟ نیاز به صبر و بردباری داره. انسان با یه صبر و طمأنینه میتونه به نتیجه برسه. و صابرو چی؟ میگه صابرو و صابرو عدوکم، یعنی در برابر دشمنان خودتون هم صابر باشید. خب آقای قوامی، خیلی الان شبهات و حجمه به امام زمان زیاده. همینطوره. خب این واقعا، من یه آقاییست به نام دکتر تیموتی فرنیش از اساتید دانشگاه جورجیای امریکاست. خب مقاله می‌نویسه، میگه اون ضد مسیح دجال امام مهدی شیعیان هست. عجب. خب ببین این خبیث از اون ور دنیا به اصطلاح جز محقق و استاد و اینا امام من داره توهین میکنه. یا بعضی از جریاناتی هستن میان سخره میگیرن، یا بعضی از جریاناتی هستن میان نسبت به امام زمان علیه السلام شبهاتی وارد میکنن، توهین‌هایی میکنن که این بهتان زدن‌هایی که وجود داره. حالا جالب، ما روایت داریم میگه شیطان از چیزی که بدش میاد بهتانه. یعنی بعضیا چقدر به راحتی از عملی که شیطان هم خوششون نمیاد میان اینا رو انجام میدن و تهمت‌هایی به ما شیعیان میزنن، به عقاید ما میزنن. خب اینا یه 3 صدری میخواد. اینی که دشمن این همه حجمه میکنه نسبت به معارف ما، نسبت به اعتقادات ما، حتی دین رو مانع رشد میدونه، مبانی دینی رو به راحتی زیر سوال میبره. خب اینا یه فردی که در یک جامعه هست آقای تحملش بالا نباشه، بعضی موقع انسان واقعا خسته میشه از این قضایا. لذا قرآن این و صابرو همین میگه که امام باقر میگه در برابر دشمن خودم صبور باشید، جواب بدیم محکم ولی به موقع. اینو باید خیلی مقداری توجه. اون رابطو چی میگه؟ امام باقر میگه رابطو امامکم المنتظر. رابطو نه اینکه من رابطه برقرار کنم، ملاقات کنم امام رو، نه، رابطو یعنی مراقبه، محافظت. میگه حالا که با صبر و بردباری خودت معارف و مسائل اعتقادی دینی تو به دست آوردی، واجبات تو به دست آوردی، مجدون فی طاعت الله هستی، اما حواست جمع باشه، رابطه خودتو با امامت خراب نکن. چه چیزی رابطه با گناه خراب میشه؟ خب قطعا من سستی نسبت به اون اعمال بکنم، نسبت به دشمن خودم بی تفاوت باشم، و از طرفی نیام خیلی آموزه های اعتقادی و دینی رو عملیاتی کنم، توجه نداشته باشم، وسواس نسبت به انجام واجبات نداشته باشم. نه در همه، خدا رحمت کنه این مجتهدی رو. میگه بعضی فقط تو طهارت و نجاست وسواس دادن، تو دادن خمس دیگه وسواس نداره که داده یا نه، تو زکات وسواس نداره.
لذا در تمام امورات من داشته باشم. چون اگه از اینها بخوام فاصله بگیرم، یعنی رابطه خودم با امام خراب کردم. گناه انسان رو از امام دور میکنه. توجهات به انجام واجبات، ترک محرمات انسان رو به امام نزدیک میکنه. رابطه یعنی همین. من رابطه مثلا یه موقع دیدی مسئول یک اداره، آدم منضبط مرتب خوبی است، خب کارمندا رابطه خودشون رو خراب نمیکنن باش. میگه برای حفظ جایگاه خودم رابطه رو با مدیر خراب نمیکنم. مدیر از چه چیزی خوشش نمیاد من اونا رو انجام نمیدم. ضابط من باشم، سعی میکنم در بیرون از اداره یا محیط کار میکنم ضابط من نیستم، اونجا ضابط من باشم، چون نونم تو اینه، آخرتم تو اینه، برنامه من تو اینه. لذا رابطه امامکم المنتظر، امام باقر میگه رابطه خودتو با امامت خراب نکن، محافظت کن، مراقبت کن. برسیم به اینجا که ببینیم آیا اعمال ما، رفتار ما در عمل چقدر مورد پسند امام هست. چون امام روی زمین به قول آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام عین الله، چشم خداست، اذن الله، گوش خداست، باب الله، خلیفت الله، همه چیز خدا روی زمین است. که اگه من بتوانم در مسیر بندگی خدا و رسیدن به قله عبودیت و بندگی خدا این بلدرا و راهنمای خودم رو خوب بشناسم، رابطه حسنه داشته باشم، او که ما رو دوست داره، او که در حق ما دعا میکنه، او که داره از ما دفع بلا میکنه، میگه ان شیعتی و اهلی، هر کس شیعیانم و اهل ما باشه من از اونها دفع بلا میکنم. پس او سنگ تمام داره میذاره، ماییم که باید این مسائل رو رعایت بکنیم. لذا این که امام باقر میفرماید اسبرو و صابرو و رابطو، یعنی هم در انجام واجبات، یعنی وظایف فردیمون خوب انجام بدیم، در برابر دشمن یعنی وظایف اجتماعیمون خوب انجام بدیم. من در جایگاهی که هستم، در مسئولیتی که دارم، به نفع احسن برنامه‌هامو انجام بدم. آقای قوامی، من تو همین دولت فعلی که الان روی کار هست که هم حضرت آقا هم تعریف کرد هم تمجید کرد، این تعبیری بود که حضرت آقا داشتن. خب همه این عزیزان تو برنامه که روز اول به مجلس داده بودن، من یادمه همه این بزرگواران نوشته بودن برنامه‌های ما بر اساس بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری است. بسیار فرمایش خوبی است، خیلی جاها اینو دارم میگن، بسیارم خوبه، یعنی به عنوان یه نقشه راه میبینن. درست. خب قله بیانیه گام دوم چیه؟ 2 تا کلمه است: آمادگی برای ظهور و تمدن سازی. حالا آیا این برنامه‌ها بزرگواران ما رو به اون آمادگی که پذیرش امام در جامعه شکل بگیره میشود یا نمیشود؟ اون تمدن سازی یعنی تبدیل فرهنگ ابتذال امروزی دنیا به فرهنگ انتظار. آیا به فرهنگ انتظار ما رو میرسونه یا نمیرسونه؟ یعنی یه جامعه کوچیک منتظر میتونیم درست کنیم یا نمیتونیم درست کنیم؟ یعنی اگر با این نگاه ما نگاه بکنیم برنامه‌های زندگی خودمون رو، اون موقع هست که میتونیم در برابر دشمنان خودمون هم بایستیم. دشمن دیگه دشمنه دیگه، اون که دیگه نیست که بخواد در مقابل ما بخواد بگه ناز کنه، اون مخالفه که آدم میتونه مذاکره کنیم حلش کنیم. مخالفه، یعنی اصلا خط گذاشته بین تو و من، میگه اینجا تو اینجا من، اینه که من باشم یا شما باشیم، میگه نه شما نباشید من باشم، مخالف ماست. لذا مخالف بنده هست در این دیدگاه، یعنی من بر اساس فرهنگ انتظار خودم که بتونم تمدن نوین اسلامی رو ایجاد بکنم، اینجا صابرو نیاز به صبر و بردباری داره و باید تلاش کنیم. لذا این ادبیاتی که همه آوردن و درست هم هست، اینو باید در برنامه‌های زندگیمون، در برنامه‌های جامعه ما داشته باشیم ما. و رابطه هم همینه، یعنی ما یک جامعه داریم، باید رابطمون رو با اماممون حفظ بکنیم. آیا برنامه‌های ما، تصمیماتی که گرفته میشه، این تصمیمات رابطمون رو و دل امام زمان رو به خودمون نزدیکتر میکنیم یا دور میکنیم؟ اجتماع قلوب ایجاد میشود یا نمیشود؟ اتحاد و همدلی در بین جامعه منتظر قرار میگیرد یا نمیگیرد؟ آیا این جامعه منتظر ما رو میرسونه به اون جامعه منتظر یا نه؟ حالا دیر بودن یا نزدیک بودن و امام صادق فرمود ضرری به تو نمیرسونه، تو تلاشتو بکن. همانند کسی هستی که فی فستاته، انگار در خیمه امام زمان علیه السلام هستی. لذا این 3 محوری که امام باقر داره میگه، یعنی هم وظایف فردی رو تاکید داره که من برم سراغش، واجبات چیه، محرمات چیه، خب جدی باشم در انجام اینها، و از اون ورم در وظایف اجتماعی خودم، یعنی و صابرو عدوکم، یعنی دشمن، در برابر دشمن خود بیست. حالا من در برابر دشمن بشینم ذکر و دعا بخونم، میگه این تو فردیه. در برابر دشمن خودم بخوام مثلا دارم میگم بیام 2 تا 3 تا کار احساسی انجام بدم، میگه خوبه، اما تو وظایف فردیه.
تو وظایف اجتماعی اینجور نیست. وظایف طوری باشه که دشمن وقتی که حرکت کرد، برنامه ریزی کرد، تو بتونی در مقابل اونو محوش کنی و از بینش ببری و تلاش به این باشه که انشالله بتونیم اون جامعه‌ای که امامکم المنتظر، رابطه اونو با امام انشالله بتونیم حفظ بکنیم. خیلی ممنونم استاد. خواهش می‌کنم. آقای نصوری عزیز، مثل همیشه استفاده کردیم و حظ بردیم. بزرگوار. اجر شما با امام باقر علیه السلام که امشب شب ولادتشون هست. یا حق. خداحافظ.